وصیت 35، دعا برای برطرف نمودن غم و اندوه. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای علی، آیا تو را دعای تعلیم بدهم چون آن را بخوانی خداوند دعایت را قبول نماید و برایت کشایش نماید؟ طهارت نما و 2 رکعت نماز بگزار و خدا را حمد و ثنا بگو و بر پیغمبرت صلوات گوی و برای خود و مؤمن و مؤمنه ها طلب مغفرت نما و سپس بگو: بار خدایا تو بین بندگانت در آنچه اختلاف می نمایند حکم می نمایی. نیست معبودی بر حق مگر خدای بلند مرتبه و بزرگ. نیست معبودی بر حق مگر خدای حلیم کریم. پاک است پروردگار 7 آسمان ها و پروردگار عرش بزرگ. حمد مر پروردگار عالمیان را، خدای دور کننده غم و برطرف کننده اندوه، قبول کننده دعای ناچاران چون دعایت نمایند، بخشنده دنیا و آخرت و بخشاینده آخرت. پس مرا رحم نما، در این مشکلم و آن را روا و کامیاب نما. یک رحمتت مرا از رحم دیگران بی نیاز می نماید. روایت اصفهانی. از عبدالله پسر عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: جبریل علیه السلام دعاهای را نزدم آورد و گفت: هرگاه کاری از کارهای دنیا پیش آمد این دعاها را بخوان و حاجتت را از خداوند بپرس. ای پیدا کننده آسمان ها و زمین، ای صاحب جلال و اکرام، ای دادرس محتاجان، ای کمک کننده کمک طلب کنندگان، ای دور کننده بدی ها، ای با رحم ترین رحم کنندگان، ای قبول کننده دعای ناچاران، خدای عالمیان، حاجتم را پیش تو میبرم و تو به آن داناتری و آن را روا گردان. روایت اصفهانی.